شب 20 مارت سال 2023 یک حادثه فوق‌العاده سبب به طور اضطراری در فرودگاه شهر سمار روسیه نشستن هواپیمای مسافربری شد که از شهر خوجند تاجیکستان به فرودگاه ژوکوفسکی در کنار شهر مسکو پرواز میکرد. تلگرام کانال اویا اینسیدنت خبر داد که بیمار شدن یک مسافر باعث شده است که هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی در نیمه رو در فرودگاه کروموچ فرود بیاید. بنا به این منبع ساعت 21:51 به وقت سماره به دلیل بیمار شدن یکی از مسافران اکیپاژ هواپیما به خلاصه اومد که تا ژوکوفسکی رفتن نمیتواند و باید در یگان فرودگاه نزدیکترین پایین شود. ساعت 20:56 وقتی که هواپیما در منطقه مسئولیت مرکز دیسپچری سماره قرار داشت، اکیپاژ برای فرود اضطراری در فرودگاه کروموچ اجازت خواست و همچنین خواستار دعوت ماشین یاری تعجیلی به میدان هوایی شد. هواپیما ساعت 22:17 به وقت سماره با موفقیت در فرودگاه نشست. ماشین یاری تعجیلی الکی در میدان هوایی بود. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی این پرواز در نهایت به خوبی به انجام رسید و اکیپاژ هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی مسافران باقی مانده خود را از سماره تا به ژوکوفسکی رسانده روز 21 مارت از اینجا باز به تاجیکستان پرواز کرده است، ولی این دفعه به پایتخت این کشور شهر دوشنبه. این حادثه در حالی است که در این شب و روز موسم نوی به مهاجرت کاری به روسیه رفتن شهروندان تاجیکستان در حال اوج گرفتن است و طلبات به چپته‌های پرواز از شهرهای تاجیکستان به شهرهای روسیه خیلی بالا رفته است. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده‌های خود به مردکاری به خارج و اساساً به روسیه می روند.